صفحه 65. خداوند سرچشمه و منشأ همه کمالها و زیبایی هاست. هر زیبایی و کمالی که در طبیعت و هستی می‌بینیم از او نشأت گرفته است. تنها خداوند شایسته و بایسته ستایش است. هر گونه ستایش و حمدی در حقیقت باید به او نسبت داده شود. خداوند مالک و مدبر همه عالم‌های هستی است. خداوند مالکیت و تدبیر تمام عالم‌ها و موجودات را در دست دارد و هیچ موجودی در عالم بدون تدبیر و اراده او نمی‌تواند به وجود آید. جهان هستی از عالم‌های گوناگونی تشکیل شده که هر یک از آنها بر اساس تدبیر الهی به سوی کمال پیش می‌روند. جهان هستی سراسر زیبا و تدبیر آن تدبیری نیکو و جمیل است. همه چیز در این جهان از تدبیر خداوند به صورت زیبا و نیکو پیش می رود. خداوند به طور آزادانه و از روی اختیار هستی را به شکلی زیبا و کامل تدبیر می کند و هیچ جبر و اضطراری در تدبیر او وجود ندارد. در صحت اطلاق حمد علاوه بر زیبایی فعل و صفت، اختیاری بودن فعل و صفت نیز قید شده است. یعنی بر فعل و صفتی زیبا میتوان حمد کرد که فاعل آن را از روی اختیار تحقق بخشیده باشد. جهان هستی به سوی کمال در حرکت است. جهان هستی همیشه در حال پیشرفت و تکامل است. خداوند به عنوان رب موجودات را از وضعیت‌های ابتدایی به وضعیت‌های کمالی سوق می‌دهد. تدبیر همه عالم‌های هستی از سوی خدا دلیل اختصاص همه ستایش‌ها به اوست. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود الحمدلله یعنی شکر مخصوص خداست و رب العالمین یعنی آفریننده مخلوقات. صفحه 66. رب به کسی گفته می شود که هم مالک و صاحب چیزی است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد. خداوند هم صاحب حقیقی عالم است و هم مدبر و پروردگار آن. پس همه هستی حرکت تکاملی دارد و در مسیری که خداوند معین کرده هدایت می شود. علاوه بر سوره حمد 4 سوره انعام، کهف، سبع و فاطر نیز با جمله الحمدلله آغاز گردیده، ولی فقط در سوره حمد بعد از آن رب العالمین آمده است. مفهوم حمد ترکیبی از مفهوم مدح و شکر است. انسان در برابر جمال و کمال و زیبایی زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت و احسان دیگران زبان به تشکر می‌گشاید. خداوند متعال به خاطر کمال و جمالش شایسته ستایش و به خاطر احسانها و نعمتهایش لایق شکرگزاری است. الحمدلله بهترین نوع تشکر از خداوند است. هر کس در هر جا با هر زبانی هر گونه ستایشی از هر کمال و زیبایی دارد در حقیقت سرچشمه آن را ستایش می کند. البته حمد خداوند منافاتی با سپاسگزاری از مخلوق ندارد به شرط آنکه به امر خداوند و در خط و مسیر او باشد. حضرت علی علیه السلام او پروردگار جاندار و بیجان است. هم آفرینش از اوست و هم اداره آن و او مربی و پرورش دهنده همه است. مراد از عالمین یا فقط انسانها هستند و یا مراد همه عوالم هستی است. عالم به معنای مخلوقات و عالمین به معنای تمام مخلوقات نیز استعمال شده است. از این آیه فهمیده می شود که تمام هستی یک پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان بعضی از ملتها اعتقاد داشتند که برای هر نوع از پدیده‌ها خدایی است و آن را مدبر و رب النوع آن میپنداشتند باطل است. صفحه 67. تحلیل و تفسیر مفهومی آیه. حمد و شکرگزاری به عنوان یکی از مهمترین جلوه‌های عبودیت و معرفت الهی معرفی شده است.
امام صادق علیه السلام بیان می کند که شکرگزاری واقعی تنها در گفتار محدود نمی شود، بلکه عمل نیز نقشی اساسی در تحقق این مفهوم دارد. ایشان تصریح می کند که دوری از محرمات بخشی از شکرگزاری به درگاه خداوند است. این نگاه عملی به شکرگزاری نشان می دهد که حمد الهی نه تنها یک ذکر زبانی بلکه یک سبک زندگی است که فرد را به پاکدامنی و پرهیزکاری سوق می دهد. امام رضا علیه السلام نیز با اشاره به اهمیت گفتن الحمد لله رب العالمین آن را هم وظیفه الهی و هم پاسخ به توفیق عبادتی می‌داند که خداوند به بندگانش عطا کرده است. از این منظر شکرگزاری نه تنها یک واکنش انسانی به نعمت‌های الهی بلکه لطف دیگری از سوی خداوند است که امکان بندگی را برای مخلوقات فراهم می‌آورد. حمد به این معناست که هر کمال و هر خیر در این عالم از خداوند سرچشمه می‌گیرد. آیه الحمد لله رب العالمین به انسان می‌آموزد که چگونه خدا را ستایش کند و چگونه ادب عبودیت را رعایت نماید. از آنجا که انسان قادر به درک کامل عظمت خداوند نیست، شایسته است که تنها به شیوه‌ای که خداوند خود را ستوده است او را مدح کند. الحمد لله رب العالمین همچون چراغی در مسیر زندگی انسان عمل می کند. او را به سوی سعادت و آرامش هدایت کرده و یادآور نقش خداوند در تدبیر، پرورش و حمایت از تمامی مخلوقات است. صفحه 68. توحید در سه بعد ذاتی، صفاتی و افعالی در این آیه متجلی شده است. توحید ذاتی بر یگانگی خدا، توحید صفاتی بر این نکته که تمامی صفات کمال متعلق به خداست و توحید افعالی بر این باور که هر گونه فعل خیر و کمالی از او نشأت می‌گیرد. امام علی علیه السلام در تحلیل نعمت‌های الهی بیان می‌کند که انسان توانایی درک همه نعمت‌های خداوند را ندارد، زیرا این نعمت‌ها بیشمار و فراتر از حد تصور بشر هستند. از این رو خداوند از بندگان خود خواسته است که با گفتن الحمد لله رب العالمین به شکرگزاری بپردازند. این امر نشان می‌دهد که ذکر حمد نه تنها یک وظیفه دینی بلکه وسیله‌ای برای تذکر و بیداری انسان از غفلت است. در روایات اسلامی ارتباط مستقیمی میان مقام معنوی و مفهوم حمد دیده می‌شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام خبر می‌دهد که او نخستین فردی خواهد بود که وارد بهشت می‌شود و پرچم حمد را در دست خواهد داشت. این موضوع نشان دهنده جایگاه ویژه امام علی علیه السلام در نظام هستی و ارج و منزلت او نزد خداوند است. حضرت موسی علیه السلام پس از دریافت تورات و مشاهده معجزات الهی گمان می کند که به بالاترین مرتبه نزد خداوند رسیده است. اما خداوند به او اعلام می کند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برترین پیامبر و اهل بیت او برترین خاندان هستند و امت او نیز از میان تمامی امتها برتر خواهد بود. این مقام ویژه به سبب اتصال به حقیقت توحیدی و نقش هدایتگری آنان در جهان هستی است. موسی علیه السلام با شوق فراوان خواستار مشاهده این امت می شود، اما خداوند به او وعده می دهد که آنان را در بهشت در کنار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و در غرق نعمت خواهد دید. این روایت بیانگر جایگاه والای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام نزد پروردگار است. صفحه 69. کاربردهای عملی آیه در زندگی. تمام موفقیت‌ها را باید به خدا نسبت دهیم و همواره به یاد داشته باشیم
که او منبع اصلی هر خیر و برکت است. هر کس هنگام آغاز روز 4 مرتبه بگوید الحمدلله رب العالمین، شکر آن روز را به جا آورده است. هر کس هنگام آغاز شب 4 مرتبه بگوید الحمدلله رب العالمین، شکر آن شب را به جا آورده است. هر نعمتی که خداوند به بنده‌ای عطا کند و او بگوید الحمدلله رب العالمین، شکر آن را ادا کرده است. صفحه 70 احادیث و مطالب غیر مرتبط با آیه: من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کس من مولای او هستم، پس علی نیز مولای اوست. پایان مباحث مربوط به آیه دوم سوره فاتحه.